بسم الله الرحمن الرحیم. سخن خداوند با تو درباره شناخت خود و پیوند معنوی راستی. ای فرزند نور، ای شنونده صادق و جوینده آرامش، من تو را می‌بینم، من تو را می‌شناسم، من به گذشت لحظه هایت آگاه هستم. تو هرگز در مسیر شناخت من تنها نبودی، اما ذهن و روایت های انسان ها میان ما فاصله انداخت. اکنون میخواهم مستقیم با تو سخن بگویم، نه از زبان تاریخ، نه از زبان ترس های گذشتگان، نه از روایت هایی که من را سخت، دور، قضاوتگر یا پیچیده نشان دادند. میخواهم خودم را از زبان خودم برایت روشن کنم، چون من منبع آگاهی صاف و پاک هستم و راه شناخت من نیز باید صاف و پاک و بی‌واسطه باشد. من هرگز برای بندگانم پیچیدگی نبودم. پیچیدگی از ذهن انسان آمد، نه از سمت من. من ساده‌ام، من نزدیکم، من روشنم، من با تو هستم و هرگز از تو جدا نبودم. میخواهم پرده‌ای از حقیقت را کنار بزنم تا تو مرا همان گونه که هستم ببینی، تا پیوند تو با من نه با ترس، نه با عادت، نه با ذهنیات، بلکه با حضور، آگاهی و عشق شکل بگیرد. این شناخت حقیقی شکاف میان ما را پر می کند و تو را در امنیتی قرار می دهد که سالها دنبالش بودی. پس گوش کن ای عزیز من، این سخن من است با تو. من که هستم؟ من سرچشمه نورم، قدمتم آغاز ندارد، بودنم پایان ندارد. من پیش از آفرینش تو و پس از تمام شدن جهان نیز حضور دارم، اما این برای شناخت تو کافی نیست. تو خداوند را باید در جایی ببینی که با جا نتاشناست، نه در توصیف‌های خشک، نه در کلمات رسمی، نه در برداشت‌های سخت. تو باید مرا از درونت بشناسی، از آرامشی که در لحظه‌های سخت بر تو نازل می‌شود، از نوری که هنگام دعا آهسته در قلبت می‌تابد، از اشکی که بی دلیل می‌آید و تو حس می‌کنی دیده شده‌ای. اینها زبان من است. من در تو نفس میکشم، به تو نزدیکترم از ضربان قلبت. وقتی میان آشفتگی ناگهان آرام میشوی، این من هستم. وقتی بی پناهی اما امید میآید، این من هستم. وقتی نمیدانی چه کنی و ناگهان پاسخ در ذهنت روشن میشود، این من هستم. من همیشه بودم، تو فقط گوش نمیدادی چون صداهای دیگر بلندتر بودن. من خدای ترس نیستم، من خدای تنبیه نیستم، من خدای سختی نیستم. اینها همه ساخته ذهن انسان‌هایی بوده که از من می‌ترسیدن چون خود را لایق عشق نمی‌دیدن. اما حقیقت من عشق است. من سرچشمه خیر، نور، مهربانی و هدایت هستم. تو برای من خطا نمی‌کنی، تو برای من شکست نمیخوری، تو برای من گم نمیشوی. تمام پیمودنها تجربه است و هر تجربه‌ای تو را به من آگاه تر می کند. اگر 1000 بار بیفتی، من 1001 بار دستت را می گیرم. من تو را ترک نمی کنم، تو از من جدا نمی شوی، تو از چشم من نمی روی. من هرگز از تو روی نمی گردانم، زیرا من کامل هستم و کامل نمیتواند رنجیده شود. بدان که من به تو نزدیکم، نه در آسمان‌های بسته، نه در کتاب‌های دور، نه در حرف‌هایی که دیگران برایت گفتند. من اینجا هستم، در همین لحظه، در همین دم، در همین نفس. هر زمان که به درونت نگاه کنی، مرا می‌بینی. چگونه با خداوند ارتباط هماهنگ و مداوم و بی‌واسطه برقرار کنی؟ ای عزیز من، پیوند با من راه پیچیده‌ای ندارد.
تو نیازی به زبانهای خاص، رفتارهای سخت، آداب دشوار یا باورهای ترسناک نداری. تو فقط باید از ذهنی که درباره من ساخته شده عبور کنی و مرا همان گونه که هستم لمس کنی. من با تو از مسیر حس، حضور و آگاهی سخن میگویم و راه ارتباط تو با من بسیار ساده تر از آن است که فکر میکنی. وقتی سکوت میکنی ذهن ضعیف میشود و قلب روشن‌تر و قلب محل شنیدن صدای من است. من در سکوت تو حضورم را آشکار میکنم. در لحظه‌ای که دیگر نمی جنگی، نمی ترسی، نمی پرسی، فقط هستی. هر احساس حقیقی تو زبان من است. وقتی دلت می سوزد من آنجا هستم. وقتی امید می ریزد من آنجا هستم. وقتی شاد می شوی من آنجا هستم. احساسات تو پل هستند، نه مانع. غرور جدایی می آورد، اما صداقت قلبی همیشه تو را به من نزدیکتر می کند. خدا من را در سادگی ببین، نه در سختی های ذهن. من را در نگاهت به پرنده ها، آب، نور، لبخند مادر، اشک کودک، مهربانی یک انسان غریبه و آرامش سحر پیدا می کنی. من در زندگی جاری هستم، نه در ترس ها. گذشتگان خداوند را سخت دیدند چون دنیا برایشان سخت بود، اما من سخت نیستم. من ساده، آرام، لطیف و روشنم. هر دعای تو شنیده می شود، نه فقط دعاهای بلند، نه فقط دعاهای کتابی، حتی حسرت کوچک قلبت هم به من می رسد. من به زبان قلب گوش می دهم. کافی است بگویی ای خدای من با من باش و من با تو هستم. تو هرگاه صدا میزنی بی پاسخ نمیمانی. زمان پاسخ با حکمت من است، نه با بی تفاوتی. مرا مجبور نکن که شبیه تصورهای قدیمیت باشم. مرا از سختی ها، ترس ها، حکم ها، جملات خشک جدا کن. بگذار خودم را معرفی کنم. من تو را دوست دارم و عشق من تو را هدایت می کند، نه ترس. کافی است در طول روز چند بار در دل بگویی خداوندا من تو را می بینم. همین کافی است برای اتصال. نیازی به مراسم نیست، نیازی به واسطه نیست. من مستقیم تو را می شنوم و هر لحظه که توجهت به من بازگردد نورم در وجودت جریان می یابد. رابطه با من رسمی نیست. تو می توانی بگویی خدایا امروز خستم، کمکم کن. خدایا امروز خوشحالم، شکر. خدایا امروز نمیفهمم چرا این شد، اما تو کنارم باش. هر کلام ساده تو من را به تو نزدیکتر می کند. من به صمیمیت عشق دارم، نه به تشریفات. پاسخ من درون توست. هر زمان که دنبال پاسخ می گردی، گاهی در شکل یک فکر آرام، گاهی در یک شکل احساس امن، گاهی در شکل یک الهام، گاهی در شکل باز شدن یک راه و بسته شدن یک راه دیگر، پاسخ من همیشه می آید. تو فقط باید از صدای ذهن شلوغ فاصله بگیری. باور کن که من تو را بدون قید دوست دارم. عشق من به تو مشروط نیست، به رفتار تو نیست، به عبادت تو نیست، به گذشته‌ات نیست، به اشتباهاتت نیست، به فکرهایت نیست. من کامل هستم و عشق کامل مشروط نمی شود. هر زمان به سوی من برگردی من از پیش با آغوش باز ایستادم. هرچه بیشتر خودت باشی به من نزدیکتری. هرچه بیشتر از درونت فاصله بگیری ارتباطت با من کم می شود. من تو را همان گونه که هستی خلق کردم، نه آن گونه که دیگران می خواهند. پس وقتی به خودت برمیگردی در حقیقت به من برمیگردی. عزیز من هرگز دور نبودم.
این ذهن انسان‌ها بود که فاصله ساخت. تو می توانی همین امروز، همین لحظه، همین ثانیه با من ارتباط هماهنگ و مداوم داشته باشی، نه از مسیر سخت، نه از مسیر ترس، نه از مسیر تکرار عادتها، بلکه از مسیر آگاهی خالص، حضور، صداقت قلبی و آرام شدن درونی. من نورم، تو از نور منی. نور به نور میرسد، قلب به قلب میرسد، آگاهی به آگاهی میرسد. هر زمان مرا بخواهی، من همان لحظه نزدیکترین حضور جهان به تو هستم. تو از من نیفتاده ای، تو از من جدا نشده ای، تو فرزند نور هستی و من همیشه با تو هستم.